سلام به دوستان عزیز، امیدوارم حال همگی خوب باشه و سال خوبی رو شروع کرده باشید. دکتر سپهری هستم، متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت و این اولین ویدیو کانال پروستو آکادمی هست. توی این کانال قرار هست که من یک دوره کامل آموزش پروتز رو برگزار کنم و امیدوارم که برای شما هم مفید واقع بشه و بتونید از اون استفاده کنید. برای شروع من مبحث اوکلوژن رو انتخاب کردم. دلیلش هم این هست که اوکلوژن پایه و اساس درمانهای پروتزی هست و شما در صورتی پروتز رو به خوبی متوجه میشید که درک درستی از مفاهیم اوکلوژنی داشته باشید. اوکلوژن در زبان انگلیسی به معنی انسداد، بسته شدگی یا جفت شدگی هست و در اصطلاح دندانپزشکی به رابطه استاتیک یا ثابت بین سطوح جونده یا برنده دندانهای ماکسیلا و مندیبل یا آنالوگ‌های دندان گفته میشه. از این تعریف نتیجه میگیریم که اولا هم دندانهای خلفی و هم دندانهای قدامی در شکلگیری اوکلوژن نقش دارن، چون هم سطوح برنده و هم سطوح جونده دندانها در این تعریف ذکر شده. و ثانیاً اینکه قواعد اوکلوژن علاوه بر دندان در مورد آنالوگ‌های دندان مثل ایمپلنت یا کراون هم صادق هستند. در تصویر نحوه جفت شدن دو دندان خلفی ماکسیلا و مندیبل رو ملاحظه می‌کنید که در آموزش‌های بعدی خیلی دقیق به این مسئله می‌پردازیم. اما دندان‌ها جزء یک سیستم بزرگتر به نام سیستم جونده یا ماستیکیتوری سیستم هستند که یک واحد فانکشنال از بدن هست و یک سیستم بسیار پیچیده است و ما برای درک کامل اوکلوژن باید به جای نگاه کردن به دندانها به تنهایی در واقع دندانها را به عنوان جزئی از این سیستم ببینیم. دلیل اینکه شناخت این سیستم مهم هست اینه که شما در صورتی میتونید نقص یا اختلال در سیستم جونده رو شناسایی و برطرف کنید که این سیستم رو به خوبی بشناسید و با کارکرد نرمال اون کاملا آشنا باشید. شما به خوبی میدونید که یک تعمیرکار اتومبیل در صورتی میتونه نقص اتومبیل رو شناسایی و برطرف کنه که با عملکرد نرمال اتومبیل و موتور کاملا آشنا باشه و اونو بشناسه. این مسئله در مورد سیستم دندانی هم صادق هست، یعنی شما باید این سیستم رو به طور کامل بشناسید تا بتونید ایرادهای اون رو ببینید و برطرف کنید. اما همونطور که گفتم سیستم جونده علاوه بر دندانها اجزای دیگری هم داره. اجزای دیگر سیستم جونده شامل استخوانها، مفاصل، لیگامانها و عضلات هستند که به وسیله یک سیستم کنترل کننده نورولوژیک پیچیده با هم هماهنگ میشن و در واقع این سیستم کنترل کننده نورولوژیک اجزای ساختاری سیستم جونده رو با هم تنظیم و هماهنگ میکنه. بعد از شناسایی اجزای سیستم جونده باید با نقش سیستم جونده هم آشنا بشیم. سیستم جونده به طور اولیه مسئول جویدن، بلع و صحبت کردن هست. همچنین این سیستم نقش مهمی در حس چشایی و تنفس داره. از بین این فانکشن ها قطعاً جویدن و بلع نقش مهمتر و ابتدایی تری هست. همونطور که میدونیم یک فرد اگه نتونه غذا رو بجوه و ببلعه قطعاً به زودی میمیره و حیات خودش رو از دست میده. پس از بین این فانکشن ها جویدن و بلع نقش ابتدایی تر و حیاتی تری هست. البته تنفس هم جزء فانکشن های حیاتی هر فردی هست، اما سیستم جونده در رابطه با تنفس نقش اولیه و حیاتی ایفا نمیکنه و نقش اولیه به عهده سیستم تنفسی هست. تا اینجا با اجزا و نقش سیستم جونده به طور ابتدایی آشنا شدیم، اما برای اینکه عملکرد این سیستم رو هم بشناسیم نیاز هست که اول آناتومی و ساختار این سیستم رو به خوبی بشناسیم و برای درک عملکرد این سیستم هیچ چیز مهمتر از شناخت آناتومی سیستم نیست. بنابراین من در آموزش‌های آینده اول شما رو با آناتومی و ساختار این سیستم آشنا می‌کنم و بعدش هم به نحوه عملکرد سیستم جونده می‌پردازیم. در واقع
برای درک اوکلوژن شناخت آناتومی کاملا ضروری هست. علتش هم این هست که در بدن انسان ساختار و عملکرد اجزا کاملا با هم هماهنگ و به هم وابسته‌اند. خب این جلسه که در واقع آشنایی مختصر با سیستم جونده بود در همینجا به پایان میرسه. مجددا برای همه شما عزیزان سال خیلی خوبی رو آرزو میکنم و ممنونم که تا انتهای ویدیو با من همراه بودید. به امید دیدار.